زمانی که دانشمندی هندی شطرنج را اختراع و به پادشاه هند هدیه کرد، این پادشاه برای فخر فروشی نسخه ای از بازی شطرنج را برای انوشیروان خسرو پادشاه ایران فرستاد. انوشیروان به داناترین وزیرش بزرگمهر دستور داد تا او نیز بازی پر رمز و راز بسازد که در دنیا نظیر نداشته باشد و سبب افزایش هوش و دانش گردد. وزیر ایرانی که از دانشمندان بزرگ بود، بازی زیبا و پر رمز و راز تخت نرد را ساخت. اما فلسفه پیدایش و رموز تخت نرد چیست؟ 30 مهره آن نشانگر 30 شبانه روز در یک ماه است. 24 خانه نیز نشانگر 24 ساعت شبانه روز می باشد. 4 قسمت زمین، 4 فصل سال. تخت نرد نماد کره زمین و زمین بازی آسمان را نشان می دهد. 5 دست بازی، 5 وقت یک شبانه روز و 2 رنگ سیاه و سپید اشاره به شب و روز دارد. هر طرف زمین 12 خانه دارد و بر اساس 12 ماه سال ساخته شده است. تاس نیز ستاره بخت و اقبال و گردش تاس‌ها گردش ایام است. مهره‌ها انسان‌ها و گردش مهره در زمین زندگی انسان را نشان می‌دهد. پس برداشتن مهره‌ها در پایان هر بازی مرگ انسان‌ها را یادآور می‌کند. اعداد 1 تا 6 تاس بر اساس اختراع وزیر دارای مفاهیم باستانی میباشند که آنها را مرور میکنیم. عدد 1 یکتایی و خداپرستی است. 2 آسمان و زمین. عدد 3 نشانگر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. 4 نیز اشاره به 4 جهت جغرافیایی دارد. این 4 جهت عبارتند از اباختر یا شمال، نیمروز یا جنوب، خاور یا شرق، باختر یا غرب. عدد 5 یادآور ابر و باد و مه و خورشید و فلک هستند. 6 نیز 6 روز آفرینش را نشان میدهد. این بازی به شکل عجیبی مفهومی و کامل ساخته شده است و تمام فرهنگ و تمدن ایرانی را در خود گنجانده